رژیم آخوندی در واکنش به تظاهرات مردم افغانستان و لجنمال کردن سفارت رژیم به تخم مرغ‌های گندیده و رنگ، سفیر این کشور را به وزارت خارجه خود احضار کرد. به نوشته رسانه‌های حکومتی، وزارت خارجه رژیم به عبیدالله عبید، سفیر افغانستان در تهران، از آنچه که تعرض به سفارت رژیم در کابل توسط مردم افغانستان صورت گرفته شکوه و شکایت کرد. رسانه‌های حکومتی از جمله کیهان ولی فقیه ارتجاع تظاهرات مردم خشمگین افغانستان علیه ظلم و ستم دیکتاتوری آخوندی به شهروندان این کشور در ایران و همچنین جلوگیری از ارسال سوخت به افغانستان را به مجاهدین ارتباط دادند و نوشتند آنها عکس چند تن از اعضای دستگیر شده مجاهدین را سر دست گرفتند. این بازداشت شدگان به اعدام یا زندان محکوم شدند و یکی از آنها هفته گذشته به خاطر ارتباط مستمر با مجاهدین اعدام شد. در پی سلسله تظاهرات مردم افغانستان علیه رژیم آخوندی، سفارت رژیم در کابل خواستار بازداشت تظاهر کنندگان شد. اما مشاور مرکز رسانه‌های حکومت افغانستان گفت کابل تهران نیست و آزادی بیان در قانون اساسی ما تضمین شده است و هر کس حق دارد در هر مورد که معترض است نظر خود را ابراز کند. درود به مردم عراق که با رأی و همت و ایستادگی خود نقشه رژیم برای بلعیدن کشورشان را برهم زدند. و حالا زمان خلع ید و ممانعت از دخالت‌های رژیم در عراق و افغانستان و غزه و لبنان و یمن و سایر کشورهای منطقه فرا رسیده است. نگاه کنید که از بصره تا کردستان عراق چگونه علیه دخالت‌های این رژیم تظاهرات می‌کنند و همچنین می‌بینیم که در ماه‌های اخیر مردم شجاع افغانستان همچنین بارها علیه رژیم تظاهرات کرده و به اعدام پناهندگان محروم مردم شجاع افغانستان در ماه‌های اخیر بارها علیه رژیم تظاهرات کرده و به اعدام پناهندگان محروم افغانی در ایران اعتراض کردند. در اینجا به مردم کشور همسایه و برادرمان افغانستان درود می‌فرستیم.